بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه باری دیگر این توفیق نصیب راه ما گشت تا به همراه همکارانمون در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه. اگر بیننده برنامه ما بوده باشید که انشاءالله این گونه است، در برنامه‌های گذشته که بیش از 1 سال و 1 ماه از آغاز این برنامه گذشته، ما در این برنامه برای بررسی موضوع آنچه که وهابیت نامیده می شود از طرف شیعه این برنامه را آغاز کردیم و محور صحبت این برنامه همان گونه‌ای که از نامش هم مشخص هست این است که ببینیم که آیا این اعتقاد و این باوری که نسبت داده میشه به وهابیت یا حقیقت آنچه که به اسم وهابیت امروز معروف هست چیست و چقدر این دیدگاه و این باورها متفاوت هست با دیدگاه امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام قبل از اینکه تفاوتی داشته باشه با عقاید امامان اهل سنت و فرقه های مختلف اهل سنت. خلاصه کلام آن است که آیا آنچه که امروزه به اسم وهابیت معرفی میشه تفاوتی داره با اعتقاد دیگر مسلمانان که برخی با آب و تاب آمده اند و این گونه به تصویر میکشند و بیان میکنند که وهابیت یک دیدگاه منحرف است و دیدگاهی است که هیچ نسبتی با اسلام و مسلمین نداره و دست زایده غرب و دست ساخته غرب و زایده شرق و فلان است. ما بیش از 1 سال و 1 ماه پیش نامه هایی رو به شکل مکتوب و همچنین از طریق اینترنت به صورت ایمیل فرستادیم خدمت مراجع مطرح معاصر شیعه 2 تن از مراجع به نام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی و همچنین خدمت آیت الله نجم الدین طبسی که در این 2 مرجع مطرح و آیت الله طبسی همچنین در موضوع آنچه به قول خودشان وهابیت مینامند قلم سبقت بودند و کتابها تالیف کردند. ما در این نامه که بارها و بارها خدمت شما عزیزان قرائت شده از این آقایان و از این مراجع و محققین سوال ساده پرسیدیم و گفتیم که بررسی بکنید و ببینید که آیا کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت در تضاد هست. اگر این گونه است 3 عنوان از این کتاب رو برای ما از ابواب این کتاب رو معرفی بکنید و خلاف اون رو ثابت بکنید از کتاب‌های شیعه و مصادر و مراجع روایی شیعه به شرط اینکه روایت صحیح باشه و صریح و بی معارض. 1 سال و 1 ماه گذشته و ما همچنان منتظر پاسخ نامه خود هستیم، اما دریغ از یک جواب در برنامه امروز در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و بررسی موضوعی جدید مرتبط به موضوع محوری برنامه ما. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما بینندگان عزیز عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت حضرت مولانا و حضورشون رو در استودیوی برنامه امامان وهابی شیعه خوش آمد میگم. خوش آمدید حضرت مولانا. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز من در ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم بود. خدمت از ما حضرت مولانا. بینندگان عزیز و ارجمند حتما در جریان هستند، علل خصوص عزیزانی که با رسانه‌های داخلی که دست آقایان مراجع هست و غالبا تمام رسانه‌های داخلی ایران، چه رسانه‌های حکومتی و چه رسانه‌هایی که خارج از حکومت پخش میشه، در منابر، در مجالس خصوصی، در محافل، در حتی برخی از جراید و مجلات و روزنامه‌ها بارها و بارها مشاهده کردیم که صحبت از حضور پررنگ و فعالیت‌های پررنگ وهابیت در مناطق اهل سنت به میان میاد. حتی برخی از مراجع با این تعابیر این گونه بیان کردند که در منطقه بلوچستان یا در مشهد، شهر مشهد، در فلان منطقه و فلان منطقه، در خراسان یا در جنوب و یا در کردستان وهابیون دارن فعالیت میکنن و خطر وهابیت در حال انتشار است و این
خطر باید درک بشه و جلوی او گرفته بشه. چه بسا که حتی نام هم میگیرن از علمای طراز اول و مطرح اهل سنت داخل به مانند حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و دیگر بزرگان و عزیزانی که از برخی از منابر این گونه شنیده میشه که این مولوی وهابی و یا مولوی های دیگر و مشایخ دیگری از داخل ایران که این عزیزان متهم میشن از طرف رسانه های داخلی یا منابر یا جرائد و برخی از آخوندهای شیعه به وهابیت. هدف چیست؟ چرا این صحبت ها بیان میشه؟ آیا غیر از این است که سبب تفرقه بشن و به دنبال این باشن تا اختلاف بیاندازن بین اهل سنت و بخوان به نام وهابیت هر کسی رو که دوست نداشتند ببندند و بزنند و ببرند و یا اینکه مراکزی رو و یا اینکه محافلی رو، مساجدی رو، مدارسی رو، مناهجی رو بیان و قفل بکنن و ببندن و جلوش رو بگیرن به خاطر نسبت داشتن با وهابیت. مرز بین وهابیت و اهل سنت کجاست؟ و آیا علی خصوص در مناطق شرق ایران که بیشتر این اتهام ها به اونها وارد میشه در بسیار از منابر، علمای بزرگوار احناف در این سرزمین اعتقاد و باور اونها با اعتقاد و باور آنچه که ادعا میشه وهابیت است متفاوت هست یا نه؟ محور موضوع برنامه امروز ما خواهد بود و امروز در این برنامه شما عزیزان صحبت رو آغاز خواهیم کرد با پخش کلیپی از آقای قزوینی که معرف حضور همه شما عزیزان هست و ایشون خودشون این گروه معرفی میکنن. جناب دکتر آیت الله محمد حسینی قزوینی، رئیس شبکه ولایت و دست راست آیت الله العظمی مکارم شیرازی، و در صحبت هایی که مطرح کردن صحبت ها نقد هایی خواهد بود که انشاءالله بعد از تماشای این کلیپ با این کلیپ برنامه را آغاز خواهیم کرد. برمیگردیم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و صحبت هایی که درباره این کلیپ و موضوع برنامه امروز ما مطرح خواهد شد. مثلا همین قضیه مولوی حسین پور که خب ما هم در گذشت ایشون رو تسلیت میگیم، هم به خانواده این بزرگوار و هم جامعه اهل سنت، و خب ایشون آثار زیادی داشت در مواجهه با وهابیت، در رابطه با نشر فرهنگ توسل الحق و الانصاف ایشون سنگ تمام گذاشت. کتابی که نوشته شد که در حقیقت بعضی از سخنرانی های مولوی کاشانی عبدالرحمن سربازی، مولوی محمد یوسف حسین پور بوده، تحت عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت. بعد چیزی که مولوی محمد یوسف حسین پور داشتن، ایشون به صراحت در این کتاب صفحه 137 میگه آقا شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب در نجد متولد می شود و بعد برای فراگیری چران، بعد ایشون میگه ایشون در سرزمین نجد پیدا شد و فکر میکرد که مذاهب اسلامی به انحراف کشیده شده اند و بدعت‌های در دین به وجود آمده و باید اصلاح شود. او در نحوه اصلاحش به قتل و خونریزی هم متوسل میشد. این که دیگه مال ما نیست، نه دیگه مال این آغاز که الان 3-4 روز از دنیا رفته و جامعه اهل سنت به ویژه شرق کشورم در گذشتشون عزادار هستن و بعضا هم آقایان تو شبکه هاشون ویژه برنامه هم میگذارن براشون. میگه آقا عقیده ما احناف راجع به این شخص یعنی محمد ابن عبدالوهاب و از نحوه عمل کردش میآید که دچار انحراف شده تا حدی که میتوان برای او فتوای کفر صادر کرد و او را کافر دانست. میگه ما محمد ابن عبدالوهاب را کافر میدانیم با این فتاوایی که ایشون داده. خب وقتی اینو آورده، نه آقا این در نمیدونم سال 70 بوده، اون زمان اختناق بوده، چه بوده برای شما. ایشون توبه کرده. معمولا وقتی که ما مطالبی نقل میشه میگن آقا ایشون توبه کرده، آقا اون زمان چنین چنان بوده. خب آقا این کتاب سال 1388 چاپ شده
در سال 1388 این آقا در قید حیات بوده، یعنی الان 90، یعنی در حقیقت 8 سال قبل این کتاب چاپ شده. خب اگر چنانچه ایشون اعتراضی داشت دیگه در سال 88 تا الان که دیگه اختناقی نبوده، میتونست به راحتی بیاد اعتراض کنه. خب اعتراض که اعتراضش کجاست؟ توبه نامش کجاست؟ خب چرا دارید حرفه های بی اساس میزنید؟ این صحبت ها بخشی از صحبت های ایشون بود در برنامه ای که 2-3 روزی بعد از وفات و تشییع جنازه با شکوه حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه داشتن و جالبه که حالا ناراحت هم هستن. از یک طرف ادعای تسلیت برای اهل سنت و از طرف دیگر زیاد به مزاجشون هم خوش نیامده که شبکه‌هایی به تعبیر خودشون ویژه برنامه هم گذاشتن درباره ایشون و ما هم در شبکه جانب صالح حق ویژه برنامه‌ای داشتیم. فکر کنم مخاطب اصلیشون ما بودیم و برمیگردیم خدمت حضرت مولانا قدوس دهقان. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم و آیت الله العظما که نشده فکر کنم اینجوری ادامه بده عظما هم خواهد شد. جناب دکتر آیت الله قزوینی شیخ مفید زمان به تعبیر خودشان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. متاسفانه همان گونه که شما اشاره فرمودید بعد از انقلاب در استان سیستان و بلوچستان از جانب آقایونی که از ترقی و پیشرفت اهل سنت و الجماعت و از رونق گرفتن مدارس و مساجد اهل سنت و الجماعت و بالا رفتن سطح تدین و دینداری اهل سنت و الجماعت در بلوچستان هراسان بودند، در فکر این بودند که چگونه مردم رو از علما جدا بکنند یا علمای حقگو و موحد را با چه حربه‌ای و چه ترفندی در واقع به سیاهچاله ها و زندان ها بکشند و راه دعوت اونها رو ببندند. و این مسئله برای مردم بلوچستان واضح و آشکار هست و فکر نمی کنم که نیازی به توضیح باشه. و الحمدلله با اومدن شبکه‌های توحیدی اهل سنت و الجماعت با افشاگری و بیان حقایقی که صورت گرفته، امروزه گمان نمی کنم یا کمتر شخصی شاید که چنین شایعات رو و چنین تبلیغات سو رو در واقع باور بکند، زیرا که واقعیت و حقیقت برای همگان الحمدلله واضح و آشکار شده و آشکارتر هم خواهد شد. و بالفرض اگر افرادی تاکنون هم در خواب غفلت هستند انشالله که بیدار بشوند. مطلبی که در گفته آقای قزوینی به آن اشاره شده برمیگرده، قبلا هم عرض کردم، به سال 1370 با توجه به موقعیت زمانی که در آن زمان بوده. اولین سمینار یا جلسه ای رو که دفتر رهبری تنظیم کرد در بلوچستان و موضوعاتی رو به علما در اون زمان در واقع داد و اونها رو مجبور کرد که تحت این موضوعات سخنانی رو ایراد بکنن. این موضوعات از پیش تعیین شده بوده؟ بله، در خود کلامشون، یعنی در خود کلام مولانا چابهاری و همچنین مولانا حسین پور و صراحتا اومده که موضوعاتی که تعیین شده و بهشون دادن باید در این موارد شما صحبت بکنید و با توجه به اینکه این موارد رو من نشون خواهم داد که علت و انگیزه این علما و بزرگواران در آن زمان این بوده که این اتهام وهابیت رو و این دستاویزی رو که دست حکومت بوده و با این میخواستند که مدارس اهل سنت رو تعطیل بکنند، علمای اهل سنت و جماعت رو به زندان بکشانند و اذیت و آزار بکنند، میخواستند که این حربه رو از دست دولت و یا افرادی که بر اساس سلیقه‌ای عمل میکردن در سیستان بلوچستان این افراد رو در واقع جلویشون رو بگیرن و این در کلامشون کاملا واضح و آشکار هست که انشاءالله در ادامه برنامه این مطلب رو خدمت بینندگان عزیز من نشان خواهم داد.
اما در مورد کتابی که آقای قزوینی نمایش دادند، کتاب در جلوی من هست، تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، و این کتابی هست که قبلا عرض کردم که به اصطلاح چاپ کننده اش و تنظیم کننده اش کسی نیست جز دفتر نمایندگی رهبری در استان سیستان و بلوچستان. این دفتر آقای خامنه‌ای چاپ کرده. بله. و از همون عنوان این کتاب مشخص هست که آقایون در فکر چی هستند و هدفشون از این مطرح کردن این گونه مسائل چی هست. هدفشون این است که در یک کلام بخواند که در میان حنفیت با وهابیت یک نوع تفریقه ایجاد بکنند و برخی از علمای منطقه را با نام وهابیت از پیکره حنفیت و از میان اهل سنت و جماعت در واقع حذف بکنند. برچسب میزنن. بله، برچسب میزنن. اما اینکه این ادعا تا چه اندازه واقعیت دارد که آیا در میان عقاید حنفیت با وهابیت یعنی تضادی یا تفاوتی وجود دارد یا وجود ندارد، این کاملا یک بحث علمی هست که بیان انشاءالله من در اجمالا خواهم پرداخت. اما این کتاب رو که ایشون اشاره کردن همان گونه که گفتن در سال 1388 چاپ شده و این کتاب مجموعه مقالات و گفتار علمای اهل سنت هست که مولوی کاشانی قبلا در هفته گذشته هم من عرض کردم که اسمش رو ننوشتند، آنها به چه منظوری خودشون بهتر میدونن. من اسمش هم میدونست. بله، قطعا کسی که مقاله نوشته، در سمینارها شرکت کرده، بارها و بارها مقالات زیادی رو نوشته در دفاع از به قول خودشون از حنفیت و در نقد وهابیت، قطعا اسمشون رو میدونستن. و همچنین مولوی عبدالرحمن چابهاری، مولوی محمد یوسف حسینپور و مولوی مقیمی که اسمشون رو هم ننوشتن. این کتاب و این مشخصات این کتاب هست که مؤلف که تألیف نیست، یعنی گفتن مؤلف هست به همون گونه که یعنی مجموعه به اصطلاح مقالات و سخنرانی هست. مقالات از آقای کاشانی هست و سخنرانی از بقیه بزرگواران هست و ناشرش آثار نفیس و تا نوبت چاپش هم اول زمستان 1388. مرکز پخشش هم قم، خیابان شهید فاطمی، پلاک 117، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی. بالون دفتر نمایندگی بالا ذکر شده اسمش. بله، در امور اهل سنت در اینجا عنوان و نام پدید آور تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، مجموعه مقالات گفتار علمای اهل سنت، مولوی کاشانی و دیگران، تهیه کننده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان که واقعا زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه که میخواستند که مردم را در واقع با حقایق و واقعیت‌ها آشکار بکنن. من قبلا در مورد این کتاب مسائلی رو که قبلا در ذهن بنده بود هفته گذشته من توضیح دادم که این کتاب مجموعه چی هست. این فهرست این کتاب است. شما از فهرست این کتاب میتونید که به واقعیت و حجم علمی بودن این کتاب را و هم وزنش و هم انتسابش به این بزرگواران در جهت هست. گفتار نخست دعا، گفتار دوم زندگی حقیقی همراه با عمل برای انبیا و اولیا در قبر، گفتار سوم توسل، گفتار چهارم علم غیب، گفتار پنجم سخنرانی ها. این موارد قبلی اینها تمام مال آقای کاشانی هست. 122 صفحه تا اینجا که صفحه 123 که گفتار پنجم سخنرانی ها در اینجا آغاز می شود. وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن که از جناب مولوی عبدالرحمن چابهاری است از 123 شروع می شود تا صفحه به اصطلاح از صفحه 135 شروع می شود تا صفحه 141. 6 صفحه فقط؟ نه ببخشید، تا صفحه 141 نیست و قبل از آن هست. فقط چند صفحه هستی که من خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم این رو. تا صفحه 136 سخنرانی جناب مولانا محمد یوسف حسینپور رحمت الله علیه شروع میشه و صفحه تا قبلش این سخنرانی مولانا چابهاری هست تا صفحه 120ش. تا صفحه 120 هفته گذشته هم گفتم این مجموعه مقالات هست که این مقالات از جناب آقای مولوی کاشانی گمنام هست. و بعد از آن گفتار پنجم از صفحه بعد صفحه 121 شروع میشه. سخنرانی ها، سخنرانی اول از مولانا عبدالرحمن چابهاری و این سخنرانی ادامه داره تا صفحه 135. بعد از آن از صفحه 136 و مجموعاً تا صفحه 140 این سخنرانی مولانا محمد یوسف حسینپور رحمت الله علیه در 5 صفحه است. بله.
الان جناب مولانا حسین پور رحمت الله علیه اینجا عنوانی رو زدن مشخصه های وهابیت از نظر احناف. یک توضیح رو من بدم در مورد مشخصه های وهابیت از نظر احناف. تمامی مشخصه هایی که به صورت کلی چه در کلام احناف اومده یا در کلام شیعه اومده، به صورت کلی تمام کسانی که نقد کردن محمد ابن عبدالوهاب را و فکر و عقیده ایشون را و مشخصه هایی را نوشتند به عنوان مشخصه های وهابیت، هیچ کدام از این موارد مشخصه های وهابیت نیست. بلکه تمام این موارد مشخصه های مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. در هیچ کدام از مواردی که به عنوان مشخصه های وهابیت ذکر شده، محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه رأیشون رأی فردی نیست، بلکه رأیشون مذهب امام ابو حنیفه هست، مذهب امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و بقیه فقهای اسلام هست. ایشون در هیچ کدام از این مسائل به صورت انفرادی و رأی شخصیشون نیست که بتونیم اینو جز مشخصه های عقیده محمد ابن عبدالوهاب یا وهابیت ما اینو حساب بکنیم. غیر از این مشخصه هایی که در این گفتار و کتاب های دیگر در مقابل وهابیت ذکر شده، هیچ کدام از آنها مشخصه های مذهب احناف یا در دایره تنگتر مشخصه های مکتب دیوبند نیست. و تمامی مسائلی که به عنوان مشخصه های وهابیت یا تضاد بین وهابیت و حنفیت یا بین وهابیت و دیوبندیت ذکر شده، تمامی این مسائل حتی در میان مذهب احناف که به جای خود حتی در میان علما و شاگردان مکتب دیوبند هم موارد اختلافی هست، متفق علیه نیست. و ما میدونیم که موارد متفق علیه و اجتهادی رو که در آن اختلاف نظر وجود داره در میان علمای یک مکتب، علمای یک مذهب، به هیچ عنوان نمی شود که این موارد را جز مشخصه های فلان مکتب یا فلان مذهب قلمداد کرد. اصل این نامگذاری یک نامگذاری سیاسی هست و بر اساس سوء نیت و سوء قصد انجام گرفته که میخوان اهل سنت و الجماعت رو متفرق بکنن. یعنی این عنوان مال صحبت خود عنوان رو حضرت مولانا یوسف محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه نگذاشتن، این رو خود دفتر رهبری موضوعی بوده که به ایشان دادن. اون که در اینجا اشاره میکنه آنچه به بنده محول شده بحث تعارض و تضاد وهابیت و معارف حنفی است. یعنی موضوع رو به ایشون دادن که شما در این زمینه صحبت بکنید. خب قبلا هم عرض کردن در جوی و در محیطی که میخواستند که اهل سنت و الجماعت را به نام وهابیت در واقع مصادره بکنند یا اونها رو به زندان ببرند، مساجد و مدارس رو تعطیل بکنند، علما چاری ندیدن جز این که برخی از مسائلی که برخی از علمای دیوبند مثلا گفتند اینها رو بیارند به عنوان اینکه نظر علمای دیوبند این موارد بوده. اما آیا این موارد در مذهب امام ابو حنیفه یا حتی در مکتب علمای دیوبند جز موارد متفق علیه بوده، مشخصه های حنفیت یا دیوبندیت هست؟ قطعا این گونه نیست که این مسائل ان شاء الله در آینده بررسی خواهیم کرد. این سخنرانی کجا القا شده؟ این سخنرانی در سال 70 و در زاهدان چی شده که اینو از کلام دفتر رهبری سمیناری رو ترتیب دادن. بله. و اینو از کلام مولانا چابهاری که در کتاب خودش نوشتن ان شاء الله نمایش خواهم داد. بله. مولانا کلام خودشون از اینجا شروع میکنند که مسئله معروفی از امام ابو حنیفه روایت شده است که لا نکفر احد من اهل القبله، یعنی ما برای هیچ یک از اهل قبله فتوای کفر صادر نمی کنیم. این یک اصل هست در مذهب. مقدمه مهمی است که شروع کردن. کلامشون رو با اینجا شروع کردند که هدف از مباحثی که ایشون عرض میکنند و فرمودن در اون جلسه به هیچ عنوان این نیست که کسی رو تکفیر بکنن. از همون ابتدا گفتن که آقا مسئله تکفیر نیست. تکفیر نیست، چون که ما حنفی هستیم و خودشون در مصاحبه‌ای که بعداً انجام دادن این مسئله رو صادر کردن گفتن و اینجا صراحتاً میگه لا نکفر احد من اهل القبله، یعنی ما برای هیچ یک از اهل قبله فتوا صادر نمی‌کنیم. اینجا توضیح میده که منظور از اهل قبله اونی که واقعاً مسلمان باشه و ما اهل قبله هستیم، بلکه مراد از اهل قبله کسانی است که به دین و آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایبند باشند، یعنی مسلمان باشند. ما هیچ مسلمانی رو
به اصطلاح اهل قبله رو تکفیر نمی کنیم و این یک عقیده به اصطلاح مورد اجماع اهل سنت و الجماعت هست که اهل سنت و الجماعت هیچ مسلمانی را به خاطر گناهی که انجام داده، به خاطر ارتکاب کبیره کافر نمیدونن. این جزء مشخصه های خوارج هست، نه اهل سنت و الجماعت. اهل سنت و الجماعت به خاطر خطا یا اشتباه یا تعویل یا گناهی که مسلمانی انجام بدهد به هیچ عنوان اون رو کافر نمیدونن و بر این مسئله تمام اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند. شاخص‌های اهل سنت و الجماعت. در ادامه صحبت‌ها ایشون میگویند که در مورد محمد ابن عبدالوهاب همین کلامی که آقای قزوینی هم نمایش دادن، از نحوه عمل کردش چنین برمی آید او در عقیده دچار انحراف بود. قبلش هم میگند که او در به اصطلاح موارد دیگری رو که جناب مولانا اشاره کردند که در کلام ایشون هم جزء مواردی بوده که تحریف شده. این چی هست که عقیده ما احناف راجع به این شخص این است که محمد ابن عبدالوهاب از متشکلین است. این معلوم نیست که متشکلین منظورشون چی بوده. جزء موارد تحریف شده هست. خود کلمه متشکلین هم از موارد تحریف شده هست. یعنی خود مولانا اینو نفرموده بودن، اینو عوض کردن. بله، اینو گفتن متشددین هست، نه متشکلین. که بعدا توضیح خواهم داد. و از نحوه عمل کردش چنین برمی آید او در عقیده دچار انحراف شده تا حدی که می توان برای او فتوای کفر صادر کرد و او را کافر دانست. این جمله حضرت مولانا خیلی بازتاب داشته. بله. عیناً همین جمله که آقای قزوینی هم روش انگشت میگذاره. در صورتی که این جمله با جمله قبلی که جناب مولانا سخنرانیشون با اون در واقع آغاز کردن، اگر جناب مولانا هیچ توضیح دیگری نمیدادند برای اهل معرفت واقعا مشخص بود که این جمله نمیتواند کلام جناب مولانا محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه باشد. به هر صورت اینو توضیح خواهم داد که اصل جمله چی بوده و آقایون چیکار کردند که به این جمله این کلام حضرت مولانا نیست. در این کتاب ایشون نسبت داده شده. بله، این کلام ایشون نیست و اختلاف بسیاری نسبت به نظریه‌های او هست. میگن که در مورد محمد ابن عبدالوهاب و نظریه‌شون حرفای خیلی زیادی در این زمینه هست که علمای احناف در این باره کتاب‌های زیادی نوشتند که متاسفانه من مطالعه زیادی از آنها ندارم. تو واقعیت رو اعتراف کردم که من در زمینه مطالعه کتاب‌های دیگری که در مورد نقد محمد ابن عبدالوهاب نوشته اطلاعات زیادی رو ندارم تا چه اندازه اونها در به اصطلاح بیان عقیده محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دقت به خرج دادن. کتابی در این زمینه وجود دارد از علامه حسین احمد مدنی که ایشان در آن مذهب حنفی را از مذهب وهابی جدا ساختند. ایشون در این کلامش عهده سخنان خودشون رو گذاشتن بر عهده مولانا حسین احمد مدنی و تمام مطالبی که در این گفتار اومده از کتاب الشهاب السابقه به جناب علامه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه است که من اشاره خواهم کرد که جناب مولانا مدنی هم این حرفها رو بر چه اساسی زدن. این مسئله جداگانه است. بله، زمانی که این کتاب عرض کردم همون گونه آقای قزوینی میگه در سال 1388 چاپ شده. یعنی حدود 8 سال پیش. قبل از این مطالب را در مجله‌ای که از دفتر رهبری پخش میشد اینها رو پخش کرده بودند. بعداً برای بار دوم اینها رو به عنوان یک کتاب در آوردن و در میان جامعه اهل سنت پخش کردن تا اینکه اختلاف رو و این در واقع فاصله رو بیشتر بکنن. در همان زمان یعنی در سال 1381 در زمان سال 1381 یعنی تقریبا 7 سال قبل از این که این کتاب چاپ بشود جناب مولانا بیانیه‌ای رو صادر کردند و اعتراضی رو نوشتند که چرا حرف من رو شما در اینجا تحریف کردید. حضرت مولانا این کتاب سال 1388 چاپ شده. بله. و الان در این کتاب خطبه‌ای نسبت داده شده به حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه. و شما می‌فرمایید که قبل از اینکه در این کتاب چاپ بشه به صورت مجموعی از سخنرانی‌ها 7 سال قبلش هم سال 1381 در مجله‌ای از طرف دفتر رهبری عین همین متن اونجا چاپ شده بود. بعداً 7 سال بعد در این کتاب به صورت کتاب پخش شده. و اونجا وقتی که این متن پخش شده حضرت مولانا اعتراض کردن به این نوشته. دقیقاً. دلیلی هست ایشون آقای قزوینی میگه که اگر این صحبت ایشون نیست خیلی هم آب و تاب میده، پیاز داغش هم زیاد کرد که آقا نمیدونم آقا مولوی محمد یوسف حسین پور که مال خودتونه دیگه، این که تکفیر کرده ما کافر میدانیم و این کتاب 8 سال پیش چاپ شده، این 8 سال هم که الان خفقان نبوده، ایشون زنده بوده، اگه توبه نامه‌ای داشته به تعبیر خودش و اگر
رجوع کرده، کجاست، به ما نشون بدیم ببینیم. این صحبت پس مال 88 هم نیست، مال 81 بوده، یعنی حدود 15 سال پیش در اولین بار این سخنرانی رو به نام ایشون در چیز پخش کردن. صحبت ایشون کردن در دفتر رهبری که وقتی که به صورت مکتوب در اومده تحریف شده صحبت. جناب آقای قزوینی رو صداقتش رو و حسن نیت و دلسوزی رو که برای اهل سنت و الجماعت دارن فکر نمی کنم کسی منکرش باشه. از این دلسوزتر برای جامعه اهل سنت و الجماعت نمیدونم، اگر هست شما سراغ بدید. شاید دلسوزتر خودشون آقای ابوالقاسمی شاگردشون بود که درباره مولانا عبدالحمید صحبتاشون رو شنیدیم. بله. اون سرزده‌ای که پاک کرد. در سال 1381 یک مجله بود، نمیدونم هنوز هم ادامه داره یا نه، پیام اسلام، به نام پیام اسلام. اگر دوستان نمایش بدن این تصویری هست از مجله پیام اسلام که خود سنت آنلاین اینو که به اصطلاح خود سایت رسمی مدرسه عین العلوم گشت هست که جناب مولانا حسین پور هم رئیس و مدیر این مدرسه بودن و این خودشون پخش کردن در کانال تلگرامی خودشون که به نام سنت آنلاین هم هست. اینو پخش کردن. سایت رسمی مدرسه عین العلوم گشت هست که مدیریتش با مولانا رحمت الله علیه بود. بله. و اسم مجله پیام اسلام هست. پیام اسلام هست. که چاپ شده و ماهنامه داخلی، فرهنگی، علمی، اجتماعی مدرسه عین العلوم گشت هست. سال اول، شماره اول، محرم 1423، فروردین 1381 هست. بیش از 15 سال پیش. بله. فروردین 1381. این صفحه اول. این نشریه داخلی مدرسه عین العلوم گشت بوده. مدرسه مولانا یوسف. بله. این هم به اصطلاح صفحه به اصطلاح مطالب و عناوینی هست که پیام اسلام هست، ماهنامه داخلی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، سال اول و فلان و مطالبی که در اینجا ذکر شده زیر نظر حوزه علمی عین العلوم گشت. یک مجله داخلی بوده. در این مجله مصاحبه صورت گرفته، مصاحبه با شیخ الحدیث مولانا سید محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه، مدیر حوزه علمی عین العلوم گشت. در کی این مصاحبه انجام گرفته؟ در شماره محرم 1423، فروردین 1381. 7 سال قبل از چاپ این کتاب. 7 سال قبل از چاپ کتاب. و استادی هم که این رو در واقع ترتیب دادند این مصاحبه را سید عبدالحکیم سیدزاده، استاد حوزه عین العلوم گشت هستند. و از سوال اول این گونه شروع میشه که آنچه در شماره 328 15 آذر ماه 80 در سال 80 15 آذر ماه 80 صفحه 29 پیام جمعه، یعنی مجله‌ای که از دفتر نهادی رهبری بخش می‌شد، از شما نقل شده که میتوان بر محمد ابن عبدالوهاب فتوای کفر صادر کرد، صحت دارد یا اتهام علیه شماست؟ این سوال رو کسی که مصاحبه گرفته از حضرت مولانا حسین پور میپرسه که در فلان نشریه از شما همچین حرفی نوشته اسم شما نسبت شما چاپ شده. بله. جواب صحت ندارد. سوال: شما به این اشتباه بزرگ آنها تذکر اصلاح آن را داده اید یا خیر؟ لطفاً اگر به اصلاح اشتباه تذکر داده اید رونوشت آن را به ما تحویل بدهید تا در پیام اسلام نقل کردند. جواب: بنده آن را رد نموده و نامه‌ای به دبیرخانه ائمه جمعه فرستادم، اینک رونوشت آن تقدیم می‌گردد. که خود مولانا اون چیزی رو که نوشته بودن اینو غیر از این مجله که چه کردن در میان مردم پخش شد، اون یک برگه چاپ شد و در میان مردم هم پخش شد. در واقع اصل صحبت‌هایی که ایشون اعتراضنامه‌ای که ایشون اعتراضی کردن از این قرار است. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئول محترم دبیرخانه ائمه جمعه دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت. احتراما ماهنامه پیام جمعه شماره 328 15 آذر ماه 80 در مورخه 7/10/80 به دستم رسید، ولی قبل از رسیدن مجله از گوشه و کنار شنیده بودم که در این شماره مطالبی به نام بنده درج و نسبت به محمد ابن عبدالوهاب فتوای کفر و غیره داده شده است. من به مجرد شنیدن آن را تکذیب نمودم، اما امروز که ماهنامه مذکور به آدرس خودم آمد و رسید دیدم که واقعتاً این موضوع درج شده و نسبتی نادرست به من در آن وجود دارد.
اصل قضیه از این قرار است که چندین سال قبل در همایشی که در زاهدان برگزار شده بود، عرض خواهم کرد در سال 70 بوده و موضوعی که به بنده محول گردیده شد، مطالب ایراد نمودم، اما متاسفانه وقتی آن مضامین را از نوار پیاده کرده و در این شماره پیام جمعه درج کرده اند، نمیدانم قصدی در کار بود یا اشتباهی رخ داده که عبارت مرا در چند مورد تحریف و واژگون درآورده درج کرده اند که موضوع گفته من کاملا برعکس شده. در یک جا کلمه متشددین را به نام کلمه متشکلین تغییر داده اند و در جای دیگر ابن حمام را به ابن حمام باهه تبدیل کرده اند که این دو تحریف چندان مشکلی ایجاد نکردند، ولی عبارت تحریف شده ای که موضوع گفته بنده را کاملا برعکس کرده این است که من در سخنرانی خود گفته بودم عقیده ما احناف راجع به این شخص این است که محمد ابن عبدالوهاب از متشددین است و از نحوه عمل کردش چنین برمی آید که او در عقیده دچار انحراف شده، اما نه تا حدی که بتوان برای او فتوای کفر صادر کرد و او را کافر دانست. در عبارت درج شده در ماهنامه کلمه اما نه را که قبل از تا حدی بوده برداشتند و همچنین کلمه بتوان را به کلمه میتوان تبدیل کردند که با این وصف موضوع عبارت من کلاً برعکس و غلط شده و آن را به بنده نسبت دادند، در صورتی که موضوع وارونه شده اصلاً با سیاق و سباق کل مضمون من وفق نمیخورد. من ضمن تکذیب عبارت تحریف شده مجدداً میخواهم دستور فرمایند تا موضوع تحریف عبارت را تحقیق و در شماره بعدی پیام جمعه اصلاحی آن را چاپ کنند تا این نوع تحریفات وضع نامناسبی ایجاد ننمایند. عبارت لا نکفر احدا من اهل القبله که در اول و آخر عبارت تحریف شده به کار رفته اعلام می‌دارد که در اینجا در عبارت دستبردی شده است. خودشون میگن که من وقتی صحبت رو با این جمله شروع کردم که لا نکفر احدا من اهل القبله، چطور ممکنه حرف خودمو نقص کنم؟ بله. سید محمد یوسف حسین پور امام جمعه گشت سفلان رونوشت به نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان جهت توصیه دستاندرکاران دفتر به دقت در مطالبی که در مجله های دفتر مقام معظم رهبری درج می نمایند. اینو هم به اصطلاح به خود دفتر رهبری فرستادن و هم این رو در میان مردم در اون زمان پخش شد و هم در مجله‌ای که مجله داخلی مدرسه عین العلوم گشت بود هم اینو در واقع پخش کردن. اما آقایون امروز اومدن بعد از سالها دوباره اون مطلب را، چون که به هیچ عنوان آنان نمیخواند که واقعیت برای مردم واضح و آشکار بشه، عقیده واقعی علمای اهل سنت و الجماعت و واقعیت موجودی که وجود دارد، عقیده علمای اهل سنت و الجماعت رو درباره وهابیت که آیا واقعا تضادی وجود دارد، اختلاف و تفاوتی وجود دارد یا ندارد، اینو نمیخوام در واقع برای مردم واضح و آشکار بشه. بدین خاطر اومدند و در واقع باز همان حرف رو که تردید شده، تکذیبیه صادر شده و اعتراض شده رو اون حرف، دوباره اومدن همون حرف رو امروزه مطرح میکنند و معلوم است که هدفی جز این که در میان اهل سنت و الجماعت تفرقه ایجاد بکنند و علمای اهل سنت و الجماعت رو بدنام بکنند، هدفی دیگر غیر از این وجود نداره. حضرت مولانا این سندی که شما ذکر فرمودید و موجود هست و واقعیت موجود هست، نشریه، تاریخش، چاپش و پخش شده و نشر شده و علاوه بر این در بین خود مردم هم به صورت بیانیه‌ای صادر شده که حضرت مولانا رسما اعتراض کردن سال 81 که این کلام مال من نیست و من چون این جمله نگفتم، حالا نمیدونم عمدن بوده یا سهوا بوده، اما این رو حذف بکنید و تعدیلش بکنید و این صحبت من نیست. 7 سال گذشت و در این 7 سال نامه هم به دست این آقایون رسیده و خودشون هم خود دفتر فرستاده شده، نه اینکه رسیده. اصلا نامه رو گرفتن و خواندن، خودشون که صحبت‌ها رو تحریف کرده بودن خبر هم داشتن، نامه هم فرستاده شد، اتمام حجت هم شد. 7 سال گذشت، باز همون دروغ رو، همون تهمت‌ها رو در این کتاب چاپ کردن. با کدوم وجدان؟ با کدوم انصاف؟ با کدوم نیت؟
به نیت آگاه کردن اهل سنت. به نیت بعد این آقا میاد با با صدا در گلو میندازه که آقا 8 سال ایشون زنده بوده، کو تو به نامش، کو 8 سال. به حیای همچین آدمی چی باید گفت استاد؟ 7 سال قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه برای شما نامه فرستاده شده، اعتراض شده، ایشون در قید حیات 7 سال قبل از چاپ این کتاب اولین بار در مجله چاپ کردید که آقا شما چرا من تهمت تکفیر میزنید؟ من تکفیری نیستم، من تکفیر نمی کنم محمد ابن عبدالوهاب رو. من گفتم اگر هم ملاحظه‌ای بر ایشون باشه به حدی نیست که ایشون رو بشه تکفیر کرد. اول صحبتشون هم شروع کردن لا نکفر اهل من قبله، یعنی ایشون رو جز اهل سنت میدونن، تکفیرش نمیکنن. بعدش باز میاد این آقا با کمال وقاحت و پررویی میاد و صحبت میکنه که کو تو به نامش. چی باید گفت به این آدم؟ دیگه این جز مواردی هست که بگیم بدون شر. نمیدونم این آقای مکارم شیرازی چند وقت پیش که شاگردیشون اون ابوالقاسمی درباره شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید این گونه گستاخی و اهانت کرد، گفته بود که اگر باز هم از این برنامه‌های تفرقه افکن کانال برایت اجرا بکنه من برای ابد حمایت خودم رو از این کانال برمی‌دارم. نمیدونم آقای مکارم شیرازی همچنان بر قول خودش هست یا نه، بازم مثل شاگردش اخلاق شاگرد برایشون هم تاثیر گذاشته. واقعیت این است که این شبکه از روزی که تأسیس شده به جز از تفرقه افکنی در میان اهل سنت و الجماعت از یک سو در میان اهل سنت و الجماعت و شیعه از سوی دیگر کار دیگری رو ما مشاهده نکردیم و اصرار دارند بر این که در میان اهل سنت و الجماعت و میان اهل سنت و شیعه همیشه تفرقه وجود داشته باشه، زیرا که حیات این آقایون و استمرار عقیده و دین و مذهبشون بر این است که در میان اهل سنت و شیعه تفرقه وجود داشته باشه و در میان خود اهل سنت و الجماعت هم اختلاف افکنی بکنن تا اینکه خودشون در واقع بتونند که به اهداف شومشون دست پیدا بکنن. به نظر شما آقای قزوینی که حتما بیننده برنامه ما هست و میبینه، به قول خودش میگم اینجوری گذرم داشت میافتاد از این اتاق داشتم رد میشدم که دیدم اینا دارن اینجوری صحبت میکنن، در برنامه آینده معذرت خواهی خواهد کرد، این جرأت رو خواهد داشت؟ من تا حالا چنین چیزی رو ما شاهد نبودیم که ایشون بیان صداقت خودشون رو به نشون بدن که واقعا در گفتار خودشون صادق هستند. اگر واقعا صادق هستند باید همون گونه که گفتند کجاست، مثلا این بیانیه کجا هست، اعتراض کجا هست، توبه‌نامه کجا هست. این که ما عرض کردیم که 8 سال قبل از اینکه کتاب چاپ بشه این مطلب در مجله مدرسه عین العلوم گشت پخش شده، در میان مردم در منطقه استان سیستان و بلوچستان پخش شده و قطعا هم میدونند که هیچ کدام از علمای اهل سنت و الجماعت و هیچ کدام از علمای دیوبند و احناف برای محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فتوای کفر رو صادر نکردند، نه ایشون و نه افراد دیگر. و مشخصه هایی رو هم که به عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت هم ذکر کردن، قبلا عرض کردم که به هیچ عنوان نمیتوان که اینها رو جز مشخصه های حنفیت یا دیوبندیت و یا وهابیت عکس اون رو در واقع جز مشخصه ها قرار داد و جز تضاد این رو ذکر بکنیم که این مسائل ان شاء الله الحمدلله برای مردم واضح و آشکار شده و ما هم ان شاء الله در لابلای برنامه‌های دیگر و در این برنامه هم به این موارد به صورت مفصل اشاره خواهیم کرد. حالا ببینیم دیگه تا ایشون چه جواب خواهد داد، یا معذرت خواهی میکنه و مردم معذرت خواهیشون رو میپذیرن، یا اگه ایشون معذرت خواهی نکنه شاید آقای مکارم شیرازی هنوز مقداری وفای به عهد پیششون مونده باشه که جلوی اینو بگیره. من قبلا در هفته گذشته هم گفتم که بالفرض که جناب مولانا حسین پور رحمت الله علیه چنین حرفی رو زده باشند، بالفرض که چنین حرفی رو زده باشند، اما وقتی که این بیانیه رو صادر کردند که من چنین حرفی رو نزدم، بالفرض هم که ثابت بشه یک سبق لسان بیشتر نبوده. اما واقعیت این است که ایشون فرمودند که من چنین حرفی رو نزدم و دفتر رهبری اومدن و کلام ما رو تحریف کردن. ممنونم حضرت مولانا. فکر کنم دیگه اگر در خانه کس هست یک حرف بس است، اگر واقعا کسی درک و شعور داشته باشه همقدر کافی است. اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه می‌بینید، باز می‌گردیم در خدمت شما بینندگان عزیز همچنان موضوع رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمی‌دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده
و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته‌اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آنکه حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی، حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه امامان وهابی شیعه. در بخش اول برنامه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان اشاره فرمودن به آنچه که باز هم از تدلیس
و از دروغ در کانال ولایت توسط آقای قزوینی بیان گشت و تهمتی که به حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه زده بودند که ایشون قائل به کفر محمد شیخ محمد ابن عبدالوهاب بوده و ایشون اعلان براءت کردن از این تهمت و فرمودن که من تکفیری نبودم و اصلا از منهج ما نیست که اهل قبله رو تکفیر بکنیم و اعتراضی شدید و لحن خودشون رو هم فرستاده بودن. 7 سال قبل از چاپ کتابی که آقای قزوینی ادعا میکنه که این کتاب سخنرانی ایشون رو نوشته و تحریف شده این کتاب و سخنرانی ایشون رو تحریف کرده و قبل از اینکه در این کتاب چاپ بشه سخنرانی ایشون در مجله‌ای چاپ شده بود از طرف دفتر رهبری ایران و ایشون اعتراض خودشون رو نوشتن. با وجود ارسال نامه ایشون به دفتر آقای خامنه‌ای در بلوچستان و اطلاع اونها که خب عمدن این کارو کرده بودن، مشخصه که وقتی نامه هم رسیده به اونها هیچ وقعی نگذاشتن و ابایی نداشتن از اینکه این بی‌حیایی رو ادامه بدن و با وجود این حجت هم تمام شده بوده بر اونها، باز هم این دروغ رو ادامه دادن و این تهمت رو همچنان در کتابشون چاپ کردن و به دروغ نسبت دادن اقوالی رو به ایشان. و برمیگردیم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس صدقان. حضرت مولانا موضوعی که خیلی روش ویراج میدن این آقایون وهابیت و خیلی سعی میکنن که هر کسی رو که خوششون نمیاد آقا وهابیه، فلانی وهابیه، شما رو وهابی میگن، ما رو وهابی میگن. ما که حالا خب بالاخره شاید اینجا چون نقد میکنیم خوششون نمیاد. علمای داخل رو از شخصیتایی که در بلوچستان هستن، در خراسان هستن، در ترکمن صحرا هستن، در سمت مناطق تالشون طرفا هستن، یا همینطور اگه مرزها رو دور بزنیم به سمت کردستان و سمت اهواز و بعد بیایم سمت جنوب و هرمزگان و بندر عباس و کل مرزهای ایران، مناطق اهل سنت، هر کی زندگی میکنه در هر جای علما، هر کی رو خوششون نمیاد وهابی. چه هدفی دارن؟ چرا انقدر برچسب میزنن؟ در مورد این خود واژه وهابیت که به هیچ عنوان بیانگر این نیست که اهل سنت و الجماعت با وهابیت متفاوت هستند، یا مشخصه هایی رو که برای وهابیت ذکر کردن بدین معنی نیست که اهل سنت و الجماعت به صورت کلی 4 مذهبشون یا حتی یک مذهبی از 4 مذهبشون مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا حتی در داخل مذهب یک مکتب فکری مانند دیوبندیت، بدین معنی نیست که این مکتب یا این مذهب یا مذاهب اهل سنت و الجماعت با وهابیت مخالف هستند. که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه عقیده غیر از عقیده اهل سنت و الجماعت یا غیر از عقیده مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارند. واقعیت این است که در عقیده هیچ گونه تفاوتی در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت و در میان عقیده محمد ابن عبدالوهاب و عقیده در واقع شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و دیگر علما وجود نداره. اگر به اصطلاح تفاوتی هم وجود داشته باشه، یک سری در باب عقیده عرض میکنم، یک سری به اصطلاح تفاوت‌های یا اختلافات لفظی هست، اختلافات عمیق و ریشه‌ای نیست که به عنوان مشخصه یک فکر یا یک مذهب یا یک مکتب یا یک شخص در واقع بیان کرده بشوند. در سیستان و بلوچستان و خصوصا در مناطق اهل سنت و الجماعت الحمدلله مردم کاملا واضح و آشکار این قضیه رو الان میدونند که هدف از وهابیتی که در سیستان و بلوچستان تبلیغ میشه و مشتعل کردن این اختلاف و این تضادها و معرفی کردنش به عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت چیزی نیست به جز این که خود اهل سنت و الجماعت رو مورد هدف قرار بدن. و الحمدلله الان حتی احنافی که وجود دارن، من بارها شنیدن حتی در برنامه‌های خود ما زنگ زدن در شبکه، احناف و دیوبندی ها بسیارشون اعتراف میکنند که اگر وهابیت این است ما هم وهابی هستیم.
یعنی هیچ ابایی ندارند خودشون وهابیت بنامند، چیزی را که میدونند که وهابیت یعنی اهل سنت و الجماعت، وهابیت یعنی دیوبندی بودن، وهابیت یعنی این که حنفی بودن یا شافعی بودن یا حنبلی بودن، زیرا که در باب عقیده هیچ گونه تفاوتی در میان اهل سنت و الجماعت وجود نداره، به استثنای برخی از تفاوت دیدگاه که در حد به اصطلاح اختلاف تنوع هست، نه اینکه به عنوان اختلاف تضاد باشه که قابل جمع با هم دیگر نباشه. در مورد خود مفهوم وهابیت و مسائلی و مشخصه هایی که در کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت ذکر شده، مولانا محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه نظر واقعی خودشون رو بیان کردن در کتاب‌هایی که تحت نظر خود ایشون در واقع بازنگری شده، مانند کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود و همچنین در کتابی که ایشون ترجمه کردن به اصطلاح حجت الله بالغه، شاولی الله دهلوی، بعضی از این مسائل رو در واقع در این کتاب‌ها بیان شده که عقیده واقعی اهل سنت و الجماعت چه هست. اما باز من به عنوان نمونه یک کتابی رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش بدم که زیر نظر مولانا محمد یوسف حسین پور و بلکه تقریزی نوشتن بر این کتاب که بیانگر برخی از این واقعیت ها هست. در این کتاب که عرض خواهم کرد برخی از این مسائلی که به عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت ذکر شده اومده به صورت کلی بررسی کردند، این مسائل را به صورت یک مقدار یعنی عمیق‌تر بررسی کردند، از اون کلیگویی خارج شدند، عمیق‌تر بررسی کردند که بیانگر نظر واقعی جناب مولانا محمد یوسف حسین پور و دیگر علمای منطقه است. این کتاب یک پایان نامه علمی هست، در مدرسه عین العلوم گشت نوشته شده و یکی از شاگردان دوره تخصص مدرسه عین العلوم گشت اینو نوشته و اصل این کتاب عنوانش هست مسائل مهم اعتقادی و فقهی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، تحقیق پیرامون رد بدعات، رسوم مروجه و سوء استفاده از مارک وهابیت در بیان اهل سنت و الجماعت. این عنوان این رساله به اصطلاح و پایان نامه فرد است، دقیقاً در سوء استفاده از مارک وهابیت در میان اهل سنت و الجماعت. الحمدلله این اهل سنت و الجماعت الان دقیقاً میدونند وقتی گفته می شود وهابی، اگر میخواند کسی رو با نام وهابیت و با مارک وهابیت بزنند یعنی میخواند اهل سنت و الجماعت رو بزنند، زیرا که به اصطلاح در میان عقیده وهابیت و اهل سنت و الجماعت تفاوتی که بتونه اون رو تضاد معرفی کرد یا اختلاف عمیق معرفی کرد چنین چیزی وجود نداره. این یکی از شاگردان دوره تخصص نوشته، پایان نامش هست حافظ امان الله آخوند علمای حنفی نقشبندی و وهابی هم که نیست، پایان نامه دوره تخصص فقه حنفی هست و این کتاب با تخاریز حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد یوسف حسین پور مدیر مدرسه عین العلوم دینی عین العلوم گشت سراوان و نفر دوم حضرت مولانا مفتی خالد دهواری مدیر دارالافتای مدرسه عین علوم دینی عین العلوم گشت سراوان و نفر سوم هم حضرت مولانا عبیدالله صاحب جانشین مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه. حالا هیچ کدوم از اینها وهابی نیستند، اما در واقع به عنوان وهابی اینها رو مطرح کردند، عقایدی رو که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دارند در لابلای این کتاب به صورت کامل بیان شده و جالب اینجا هست که حتی در خود منطقه سیستان و بلوچستان آقایون مشهور کرده بودند که ما دو نوع وهابیت داریم، یک نوع وهابیتی از هندوستان اومده یعنی اشاره به علمای دیوبند هست و یک وهابیت دیگری از سرزمین نجد و عربستان اومده و این دوتا هر دوتا وهابی هستند. یعنی از بس که یعنی خود آقایون هم موندند که مشخصه این دوتا مذهب را یا دوتا فکر را چی معرفی بکنند، تضاد را کجا معرفی بکنند، موندن در این. یک مرتبه میگن تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، از یک طرف میگن نه دو گروه وهابی داریم، یکی علمای دیوبند هستند یکی علمای عربستان هستند. این واقعیت تذبذب هست و اضطرابی که در این زمینه وجود دارد که اصل اینها، اصل تمام این برنامه ها و تبلیغات زیر سوال بردن خود اهل سنت و الجماعت است، تضعیف
خود اهل سنت و الجماعت، اختلاف و ایجاد اختلاف در میان خود اهل سنت و الجماعت هست که بتونن به اهدافشون خودشون در واقع برسن. در این کتاب رو یعنی جناب مولانا محمد یوسف حسین پور عرض کردم که در خود مدرسه ایشون نوشته شده و ایشون برای این کتاب هم تقریزی نوشتن و در صفحه 6 این کتاب هست تقریز حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد یوسف حسین پور حفظه الله و رحمت الله علیه و این گفتار ایشون هست: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الذین اهتدوا بهداه. و اما بعد، در طول تاریخ اسلامی همواره اشخاص و گروه‌هایی بودند که با انتساب خود به فرقه حق و انتخاب القاب فریبنده سعی در کتمان حق و التباس حق با باطل داشتند تا بدین وسیله به خواهش‌های نفسانی خویش برسند. اگرچه به طور عموم چنین اقداماتی از طرف کفار علیه مسلمانان انجام گرفته، اما متاسفانه گاهی دیده می شود که افرادی به نام علم و علما به علت عدم تحقیق کافی در مذاهب اربعه اهل سنت عاملین به مذهب را به القابی که از آن بوی نفرت ایجاد می شود ملقب می کنند و این وظیفه‌ای است که آقایون اینو علمدارش هستند، هر کسی رو که بخواد برچسب وهابیت میزنن. میفرمایند کتابی که در دست شما خوانندگان گرامی است به بررسی موضوعات فوق پرداخته است. این جانب تمام آن را به طور استیعاب مطالعه کرده کامل آن را بسیار مفید یافتم. خداوند متعال مؤلف آن جناب مولوی امان الله آخوند یلمه را جزای خیر بدهد که بحث توحید و عمل کردن طبق مذهب تابع خود و نفی تهمت از مذاهب اهل سنت بالخصوص مذهب حنفی را به وجه احسن نگاشتند. امید است که مسلمانان با مطالعه دقیق کتاب مذکور عقاید و اعمال خویش را تحسین نموده و از اتباع بدعت‌ها پرهیز نمایند که نجات اخروی تنها به توحید و عمل مطابق با سنت نبوی علی صاحب الصلاة و السلام بستگی دارد و بدون از این هیچ عملی به بارگاه الهی پذیرفته نیست. سید محمد یوسف حسین پور، مدیر مدرسه عین العلوم گشت سرامان. تقریز بعدی هم جناب مفتی خالد دهواری هست، مدیر دارالافتای عین العلوم گشت و خلیفه مجاز مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله در طریقه چشتیه. و تقریز بعدی هم تقریز مرشد بزرگوارم الداعی الی الله حضرت مولانا عبیدالله صاحب جانشین و خلیفه مجاز مولانا محمد عمر سربازی نقشبندی و در اینجا هم اینو آوردند که الداعی الی الله بنده عبیدالله ربیع الاول 1432 هجری قمری موافق با 21/11/89 در واقع این کتاب نوشته شده. حداقل این تقریز برای این کتاب بیان شده. 89 یعنی 7 سال پیش. یعنی بعد از اون سخنرانی ها، بعد از 17 سال 18 سال از اون سخنرانی و یک سال حتی بعد از چاپ این کتابی که به دروغ حضرت مولانا حسین پور رحمت الله علیه تهمت تکفیر شیخ محمد بن عبدالوهاب رو زدن. در این کتاب در ابتدا در مورد لقب وهابی در میان امت اسلامی مطالبی ذکر شده. من این که عرض میکنم به این معنی نیست که کل این کتاب مورد تایید بنده یا نظر بنده هست. من میخوام این نقطه رو بیان بکنم که به نام وهابیت آقایون میخوان در استان سیستان و بلوچستان یا در مناطق اهل سنت و الجماعت در واقع اختلاف افکنی بکنن و من امیدوار هستم در این زمینه من عرضی دارم خدمت تمامی برادران و عزیزان خودم در بلوچستان، هم دوستانی که جزء به اصطلاح تفکر سلفیت هستند و هم دوستانی که جزء حنفیت یا دیوبندیت هستند که اصل کسانی رو که این مطالب را معرفی میکنند شما اونها را بشناسید که با چه اهداف این در واقع مطالب گفته میشه، این برچسب ها زده میشد که فلانی وهابی هست یا فلانی حنفی و دیوبندی هست، چه افرادی این کتابا را چاپ میکنند، هدفشون در این زمینه چی هست و اگر گفتند که اختلافی وجود داره، تضادی وجود داره که شما که اهل علم هستید هم با مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آشنایی دارید و هم با مذهب و دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آشنایی و دیدگاه درستی رو باید داشته باشید، بدون این که مراجعه بکنید به کتاب‌های احناف، به کتاب‌های علمای دیوبندی یا به کتاب‌های وهابیت و شخصا کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به هیچ عنوان واکنش نشان
ندهید، حرف کسی رو قبول نکنید تا زمانی که خودتون مطالعه نکردید و مطمئن نشدید. این که شایع بشود که یا وهابی ها چنین و چنان گفتند یا دیوبندی ها چنین و چنان گفتند، این که اگر یک نفر از علما دیوبند یک حرفی بزنه نماینده تمام علمای دیوبند یا تمام علمای مذهب حنفی نیست. بالفرض اگر از طرف مقابل هم یک نفر از وهابیت یک حرفی رو بزنه که خلاف باشه، خلافه از کسی قابل قبول نیست و به هیچ عنوان نماینده تمام سلفی ها یا وهابیت در واقع نیست. شما این مطالب رو مستقیم باید از کتاب‌های خود صاحبان مذهب، صاحبان این تفکر و اندیشه این رو باید دریافت بکنید. درباره کاربرد لقب وهابی در میان امت اسلامی میگه برچسب وهابیت یکی از حیله‌های دولت استعمارگر انگلیس و دشمنان دین اسلام است که از آن در مقاطع مختلف زمانی برای از هم پاشیدن اتحاد امت اسلامی بهره گرفته و میگیرند. یک مسائلی از در هندوستان در واقع اینو آغاز کردند و متاسفانه امروزه هم وجود داره. من به خاطر ضیق وقت کل مطلب رو در اینجا نمیخونم و ایشون در اینجا یک مطلبی رو نقل کردند از آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم کشور عزیزمان در کتاب مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، که این مطلب رو جناب مولانا چابهاری هم در کتاب خودشون ذکر کردند. ایشون در این کتاب که متاسفانه این کتاب رو از بازار جمع کردند، کتابی هست که رهبر ایران آقای سید علی خامنه‌ای رو ترجمه کرده بودند و اضافاتی بر اون داشتند و موجود این کتاب رو ما داریم، همه عزیزان دارند این کتاب رو، منتها فعلا این کتاب ایشون رو جمع کردند از بازار و به صلاح نمیدونم الان به صلاح نیست، زیرا که واقعیت هایی رو بیان کرده. من جمله این نقطه که واقعا قابل تأمل هست. یکی از حربه های کوبنده‌ای که دستگاه استعمار بر ضد این جمعیت یعنی علمای هند به کار میبرد متهم ساختن آنان به وهابیگری بود. در این کتابی این تهمت در همان اوایل یعنی در دوران حیات عرفان، منظور از عرفان شهید سید احمد عرفان رحمت الله علیه هست، به ثمر رسیده بود و انگلیسی ها و سیک ها توانسته بودند که بدان وسیله بعضی از افراد بی اطلاع و مسلمان را وادار به خیانت کرده و بر او بشورانند و با این تدبیر او و مرید و همکارش شاه اسماعیل شهید رحمه الله را در سال 1831 از بین ببرند و در دوران پس از انقلاب سال 1857 میلادی هم که پیروان عرفان سرسختانه با انگلیسی ها می جنگیدند، این تهمت به صورت سلاح قاطع در اختیار انگلیسی ها بود که در هر فرصت مناسب از آن استفاده می کردند و از جمله علمایی را که در امور سیاسی دخالت ورزیده و مردم را به مبارزه با انگلیس دعوت می نمودند در نظر عوام منفور می ساختند و تا کنون این حربه همچنان باقی است. نظر صحبت آقای خامنه‌ای است. این کتاب واقعا باید جمع بشه در میان مردم، نباید این گونه حقایق مشخص بشه. آقای خامنه‌ای از انگلیس داره تبعیت میکنه و تا کنون این حربه همچنان باقی است و نقش شیطانی خود را که همان ایجاد فاصله میان قشره‌های وسیع مسلمین است ایفا میکند. نقش شیطانی؟ بله نقش شیطانی خود را که همان ایجاد فاصله میان قشره‌های وسیع مسلمین است ایفا میکند. دقیقاً همین کاری که امروزه در استان سیستان و بلوچستان و مناطق اهل سنت و الجماعت با انتشار دادن کتاب‌های مانند تضاد عقاید حنفیت با وهابیت داره. این کتاب رو دفتر خود آقای خامنه‌ای چاپ کرده که بله، چون که از حرفشون برگشتن، میخوان این حرفه برای همه واضح و آشکار نشه، این کتاب رو کلا جمع کردن تا اینکه بار دیگر بتونن با همون حربه اهل سنت و الجماعت رو از هم دیگر متفرق بکنن. یعنی آقای خامنه‌ای اول میگفت انگلیس این کارو میکنه، الان دفتر خود آقای خامنه‌ای داره همون کارو داره، همون تبلیغ میکنه. در ادامه توضیحاتی رو داده. این از کتاب مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان صفحه 35 و 36 چاپ تیر ماه سال 1347 هست. این کتاب که دوران قبل از انقلاب، بله. اون موقعی که آقای خامنه‌ای نه رئیس جمهور بود و نه رئیس مجلس بود و نه قدرت دستشون بود. ولی بعداً کاربرد لقب مذکور وسعت گرفت و سنگین ترین فشار خود را بر دوش اشخاصی آورد که به سنت سنیه عمل کرده و از بدعات سیئه دوری می جستند و از رسوم قبیحه اجتناب می ورزیدند.
وهابیت امروزه به این معنی هست. اگر در بلوچستان کسی رو میگن فلانی وهابی هست، حتی علماء دیوبند رو که میگفتن وهابی هستند، به خاطر اینکه با بدعات و خرافات و شرک در واقع مبارزه میکردن، الان میگفتن وهابی هست. یکی از وهابیون خود جناب آقای مولانا محمد عمر سربازی با کتاب رد شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران هست. یا جناب مولانا عبدالواحد سیدزاده گشتی در کتابشون احسن المقصود فی توحید المعبود و مبارزاتی رو که با بدعتی ها و خرافاتی ها مولانا دامنی را میگفتن، مولانا نعمت الله را میگفتن، جناب مولانا شیخ شهید را میگفتن، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله را هم که میگن که جزء وهابیون هست. این جمله رو من دوباره تکرار میکنم. ولی بعداً کاربرد لقب مذکور وسعت گرفت و سنگین ترین فشار خود را بر دوش اشخاصی آورد که به سنت سنیه عمل کرده و از بدعات سیئه دوری می‌جستند و از رسوم قبیحه اجتناب می‌ورزند. اگر این واقعا به اصطلاح وهابیگری باشه، خب همه وهابی هستند که الحمدلله الان اهل سنت و الجماعت با افتخار میگن خب ما هم وهابی هستیم. و یک قضیه خیلی معروفی هست از مولا عمران لنگئی که جز متقدمین هست و میگوید که اگر که توحید به اصطلاح به معنی وهابی بودن هست، پس من هم در واقع وهابی هستم. اگر وهابیت اینه، همه ما در واقع وهابی هستیم. در اینجا دوباره میگه پس شما ای برادر و خواهر مسلمانم متوجه باشید که اگر گروه یا اشخاصی را در مناطق اهل سنت به این نام مشهور کرده اند، دلیل بر آن نیست که عقیده و اعمال آنها فاسد است، بلکه در بسیاری موارد این بدان معناست که او سنی واقعی و عامل به سنت و بیزار از بدعت اعمال خلاف سنت بوده که در ارتکاب معصیت و عمل ناروا از خداوند متعال ترسان و بر حذر هست. این یک کتابی هست که در مدرسه گشت نوشته شده و حضرت مولانا حسین پور هم بر این در واقع فرمودن خوندم و تقریزم بر این در واقع نوشتن. و در ادامه باز هم مطالب خیلی زیادی هست که نمیشه کل اینو مطرح کرد. و در صفحه 27 کتاب‌های وهابیت شناسی که در این زمینه واقعا در ایران به اصطلاح از هیچ تلاشی دریغ نکردند و واقعا در این زمینه اینقدر خروار کتاب‌ها نوشتن که حساب و کتاب نمی‌کنه. تضاد عقاید حنفیت با وهابیت. میگن اما افسوس و صد افسوس که امثال این کتاب‌ها و کتابچه‌ها، همین کتابی که دست شما هست، یا کتابایی که دیگران نوشتن در نقد وهابیت در ایران که فراوان است، سال‌هاست که به عناوین مختلف پخش می‌شود و متولیان و بانیان این چنین تبلیغات دانسته یا نادانسته بنابر نظرات و استنادهای شخصی از قرآن و احادیث بدون رجوع به کتاب‌های معتبر با پیروی از تفردات عقاید و اعمال حقه اهل سنت و الجماعت را زیر سوال برده و در بیانی شیواتر در یک کلام ایشون در آخر میگویند که میتوان ادعا کرد که آنها با چنین عمل کردی همه اهل سنت و جماعت هر 4 مذهب را با استفاده از مارک وهابیت در زیر آوار تهمت‌ها قرار دادند. حرف حق و حساب همینه. اصلا چیزی به اسم وهابیت وجود نداره. همین اهل سنت متبع پایبند به دور از خرافات و شرکیات رو آقایون میگن آقا وهابی. خلاصه و ما بارها اعلام کردیم همین نامه‌ای رو که در میان برنامه در واقع پخش شد، وهابیت، حنفیت و دیوبندیت که جز اهل سنت و الجماعت هستند. حنفی یکی از 4 مذهب اهل سنت و الجماعت هست. در میان وهابیت و حنفیت تضاد که وجود ندارد هیچ. به جای خود ما از آقایون خواستیم که شما بیایید تضاد وهابیت با مذهب خودتون رو، مذهب شیعه و اهل بیت رو بیایید ثابت بکنید. فقط 3 مورد از این آقایون خواستیم. اگر واقعا این همه تضاد در میان حنفیت و وهابیت وجود داره، در میان وهابیت و شیعه باید هزاران تفاوت وجود داشته باشه. کتابخانه وجود داشته باشه. یک کتابخانه با شما یک کتاب بنویسید. ما فقط 3 مورد را خواستیم. در 3 صفحه این میشه اینو جواب داد. اما چون که واقعیت چیزی دیگر هست، واقعیون نمیخواند که عوام از این واقعیت ها اطلاع پیدا بکنن، میبینیم که تا حالا جواب ندادن و جواب هم نخواهند داد. حتی کتابی که آقای خامنه‌ای هم میگفت وهابیت برچسبی است که شیطان و انگلیس میزنه، اون کتاب رو حذف کردن. اونم جمع‌آوری کردن. حتی به همین آقایونی که این کتاب رو چاپ کردن دوستان نمایش بدن. این کتاب رو تضاد عقاید حنفیت با وهابیت که از دفتر جناب آقای به اصطلاح رهبری خامنه‌ای هم در واقع این کتاب چاپ شده. از این دفتر من تقاضا میکنم که بیان ایشون با اصول علمی
یک تضاد، فقط یک تضاد باشه، اسمش تضاد باشه، نه اینکه تفاوت دیدگاه در میان فلان عالم حنفی و فلان عالم وهابی باشه. یکی از مشخصه های وهابیت و یکی از مشخصه های حنفیت یا دیوبندیت رو به عنوان مشخصه ثابت بکنند و بیارند برای ما ثابت بکنند که در میان حنفیت و با وهابیت تضاد وجود داره، در عقیدهشون تضاد وجود داره. مسائل علمی و مسائل عملی که بحث جداگانه هست که هر چهار مذهب بر فقه خودشون، بر اجتهاد مجتهدین خودشون در واقع عمل میکنن. اما در باب عقیده بیارند اگر مرد هستن، دفتر رهبری یا هر کسی دیگری از علمای شیعه یا سنت میخواند که یک تضاد را، فقط یک تضاد را که جز مشخصه های دو طرف یک مشخصه رو بیارند و تضادش رو ثابت بکنند که بین حنفیت و وهابیت تضاد وجود داره، یک تضاد بیارن، من حاضرم کمین برنامه رو یعنی خاتمه بدم، هیچ گونه در این زمین اصلا حرفی رو نزنم. اگر مرد هستید، واقعیت داره، بیاد معرفی بکنید. اما این مواردی رو که در این کتاب، یک کتاب‌های دیگر اومده، من قبلا عرض کردم که نه جز مشخصه های حنفیت هست و نه جز مشخصه های به اصطلاح دیوبندیت هست و ایراداتی رو که از محمد ابن عبدالوهاب و از عقیده وهابیت گرفتن، اون ایرادات هم جزء مشخصه های وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب نیست، عقیده تمام اهل سنت و الجماعته، من جمله خود علمای دیوبند و خود مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای اینکه حقیقت بیشتر واضح و آشکار بشه، اجازه بدید که در این زمینه مسئله برچسب وهابیت قول خود مولانا عبدالرحمن سربازی رو هم خدمت بینندگان عزیز من نمایش بدم. من هنوز ازت مولانا تو فکر صحبت آقای خامنه ای هم که سال 47 10 سال قبل از انقلابشون بر علیه شاه و آقای خمینی 10 سال قبل از اینکه انقلاب بشه میگفت وهابیت، کتاب خودش موجوده دیگه، که وهابیت فتنه یک تهمتی بود که شیطان صفتان انگلیسی هر کسی رو که میخواستن بدنام کنن اون رو نسبت میدادن و الان هم دفتر خودشون داره همون کار. دفتر خودشون، شبکه‌های خودشون، گاهن از خود به اصطلاح رسانه ملی این مسائل در واقع پخش می شود و بحث وهابیت به صورت گسترده مطرح میشه. حوزه‌های علمی شیعه مراکز تخصصی ایجاد کردن برای رد وهابیت، برای برچسب زدن به اهل سنت و جماعت که فلانی ها وهابی هستند. هر کسی هم که دلشون بخواد میخوان برچسب میزنن و بعد از اون در لابلای این و از در پرتو این برچسب میخواند که اهل سنت و جماعت رو با هم دیگر متفرق بکنند و اختلاف ایجاد بکنند و خودشون در واقع حکومت بکنند و به اهداف شوم خودشون برسن. این آقای ابوالقاسمی که از شیخ الاسلام تهمت میزد از انگلیس خط گرفته بود از آقای بیت رهبری دیگه. جناب آیت الله خامنه‌ای میگویند که این برچسب وهابیت رو انگلیس در واقع ایجاد کرد و امروزه هم شدیدترش اجرا کجا اجرا می شود، توسط چه کسانی اجرا می شود، این آقایون باید پاسخ بدن. این کتاب یکی از کتاب‌هایی هست که از نظر علمی خب جای بحث فراوانه. من قبلا رو عرض کردم مواردی رو که در این کتاب و کتاب‌های یعنی مشابه ذکر شده، بحث ما بحث علمی هست. جناب مولانا عبدالرحمن سربازی حفظه الله تعالی خدا بهشون که در واقع ایشون امروزه بقیت السلف هستن در بلوچستان، جایگاه خاصی رو دارن، اما خود ایشون با نقد علمی و با طرح مسائل به صورت علمی به اصطلاح مخالف نیستن، بلکه استقبال میکنند از این گونه مسائل. و بنده یک شب قبلا که یعنی در زمان طلبگی من خاطرم هست به اتفاق چند نفر از دوستان یک شبی منزل ایشون بودیم و اتفاقا اون شب ایشون تا نماز فجر با ما موندند. یعنی بعد از عشاء که خونه ایشون رفتیم در چابهار تا یعنی یادم نیست دقیقاً تا خود نماز فجر بود یا تا نزدیک فجر، خلاصه با ما نشستن و یکی از مسائلی که ما با ایشون مطرح کردیم خود این کتاب بود که این کتاب رو شما چرا نوشتید. ایشون گفتن این کتاب رو ما برای یک انگیزه دیگری نوشتیم، اما متاسفانه از اون سوء استفاده شد. هم از یک طرف دولت سوء استفاده کرد از این کتاب به خاطر ایجاد اختلاف در میان خود اهل سنت و الجماعت و در میان اهل سنت و الجماعت یا حنفیت یا علما
علمای به اصطلاح خارج از کشور و هم این که دوستان سلفی هم اینو بر نتابیدند و نیومدند با این مسئله با اصولی برخورد بکنند، از نظر علمی برخورد بکنند، صحت و سقم این مطالب رو بررسی بکنند و یک گونه اختلافی همون گونه که در واقع آقایون می‌خواستند که با انگ وهابیت ایجاد بکنند متاسفانه در جامعه رخ داد که این مسائل یک مسائلی عرض کردم که جز مشخصه های اهل سنت و الجماعت و وهابیت یا دیوبندیت نیست. خود این مسائلی که در این کتاب به عنوان عقیده علمای دیوبند ذکر شده، تمام علمای احناف میدونند که این مسائل حتی در میان مکتب دیوبندیت مورد اختلافه، چه برسه در میان دایره مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و موارد اختلافی رو به هیچ عنوان نمیشود جز مشخصه های یک مکتب یا یک مدرسه یا یک مذهب در مقابل شخص یا مذهب دیگر در واقع به عنوان مشخصه مطرح کرد که یک بحث علمی هست برای که ما به اون ان شاء الله خواهیم پرداخت. بحثم روی این مسئله این است که حتی جناب مولانا چابهاری هم که این کتاب رو در واقع نوشتند، یکی از اهداف این کتاب این بوده که دولت رو و آقایون رو دفع اتهام بوده و دفع شر بوده که در استان سیستان و بلوچستان مردم رو به نام وهابیت می اومدن اذیت و آزار می‌کردن. علمای اهل سنت و الجماعت را، مدارس اهل سنت و الجماعت در خطر بود، علما در خطر بودند، طلاب رو می‌گرفتند و زندان می‌کردند به جرم وهابیت و مولانا اومدن و این کتاب رو ترجمه کردن که شاید بتونن با این کتاب این ضرر رو از اهل سنت و الجماعت در واقع دفن بکنن. ایشون در کتاب 49 که جز مقدمه ایشون در صفحه 49، این کتابی رو که من دارم البته جز اولین چاپ این کتاب هست که امروز چاپ‌های دیگری همین داره، ایشون در اینجا میگن اینک امروز به رأی العین میبینیم عناصر مغریزی که اهداف شوم خود را در بلوچستان به علت وجود پیشرفت مدارس دینی و حوزه‌ها در مخاطره میبینند. در بلوچستان از مدارس دینی و حوزه‌های علمی کی خراسان هست؟ آیا مردم بلوچستان ناراحتند از مدارس اهل سنت، از مساجد اهل سنت؟ آیا علمای دیوبند از این ناراحت هستند؟ چه کسی در بلوچستان ناراحت هست از این که مدارس اهل سنت و حوزه ها در واقع پیشرفت بکنند؟ کسانی که کتاب چاپ کردن دقیقاً مشخص است، ناگفته نیازی به توضیح در واقع نداره. اینک امروز به رأی العین می‌بینیم عناصر مغرضی که اهداف شوم خود را در بلوچستان به علت وجود و پیشرفت مدارس دینی و حوزه ها در مخاطره می‌بینند از این موقعیت استفاده نموده همان حربه را به کار می‌برند و برای بدنام کردن علمای سنی حنفی المذهب که هیچ نسبت و تعلقی با وهابیون ندارند، بلکه در مسائل زیادی با آنها سر ستیزه و اختلاف دارند و برای جلوگیری خدمات مذهبی آنان و در تنگنا قرار دادن حوزه ها و طلاب علوم و مساجد به ادنا اختلاف، شخصی که با یکی از علما پیدا می کنند او را بلا فاصله به عنوان وهابی قلم داد و به مسئولین دوایر دولتی معرفی می نمایند که چه بسا باعث دردسر و مشکلاتی برای علما و طلاب و مدارس و مساجد ما گردد و یا ایجاد بدبینی بین ملت مسلمان تسنن و مسئولین دولتی نمایند. این افراد اومدند علمای اهل سنت و الجماعت رو با این حربه می‌خواستند که از وسط از جامعه در واقع حذف بکنند یا مدارس و مساجد اهل سنت و الجماعت رو تعطیل بکنند. ایشون در آخر مقدمه خودشون میگه که و به مسئولین امور سیاسی مملکت که احیانا توسط بدخواهان ما و دشمنان مذهب و امور دینی ما نسبت به ما و مدارس و طلاب و نحوه تفکر ما نسبت به وهابیت به سوی تفاهم افتادند، کتباً اثبات کنیم که ما سنی حنفی هستیم و در عقاید اشعری و ماتوریدی لا غیر و در این رهگذر خود و مدارس و مساجد و دین و مذهب و طلاب و فرزندان و مردم را از هر گونه گزند مسون و در امان بداریم و اگر با این همه گزندی ولو با این مارک به ما رسانیده شود بر همه روشن گردد که به خاطر سنی بودن ماست لا غیر.
دیگه از این واضح‌تر چیزی نمیشه گفت. دیگه نمیشه از این واضح‌تر چیزی رو در واقع گفت. اما در واقع باز هم می‌بینیم که متاسفانه چه بسا افراد ساده‌لوحی وجود داشته باشند که این مارک رو باز هم نشناخته باشند که الحمدلله با شبکه‌های توحیدی که هست و این حقایق و واقعیت را بیان کرده الحمدلله همه میشناسند. اگر کسی در یک گوشه از دنیا در ایران باشه، در بلوچستان یا در هند و پاکستان کسی رو میگن که وهابی هست، همون گونه که در قبلا هم اشاره کردن به این معنی هست که پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و جز اهل سنت و الجماعت هست و هدف کسانی که این انگ و برچسب وهابیت رو مطرح میکنن چیزی جز اختلاف افکندن در میان اهل سنت و الجماعت و از آب گلالود ماهی گرفتن نیست. حضرت مولانا از اونجایی که ما 10 دقیقه بیشتر کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و درباره حالا شاید این شبهه باقی مونده باشه که در نامه‌ای که به هر حال در صحبت‌هایی که برای مولانا حسین پور به رشته تحریر در اومده بود در اون بخشی که حداقل حالا خودشون اعتراضی نداشتن در موضوع تحریفش اشاره کرده بودن به اینکه بنده مطالعات زیادی در این مورد نداشتم و بیشتر صحبت من صحبت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه است. اگر بخوایم حالا علمی‌تر بهتون صحبت بکنیم و در میزان نقد علمی بررسی بکنیم، احیانا کتاب‌های خوب نوشته شده، یعنی این نوع کتاب‌هایی هست که در نقد به اسم آنچه که به اسم وهابیت هست مطرح میشه. درباره این کتاب‌ها و آنچه که مثلا در این نامه اشاره شد بهش، این نقدها در چه حدی است؟ آیا واقعا در حدی است که ثابت میکنه اختلاف و تضاد این دو تا رو با هم یا نه؟ همون چیزی که شما اشاره فرمودید که اینها جزء مواردی هستن که جزء شاخص‌های مذهب نیستن. قبلا اشاره کردم که جناب مولانا حسین پور رحمت الله علیه گفتند که در این زمین کتابی هست و مولانا حسین احمد مدنی نوشتند و برخی از این تفاوت‌ها را ایشون در کتاب خودشون بیان کردند. و متاسفانه مواردی رو که مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه در کتاب شهاب الثاقب مطرح کردند، اونم در واقع یک نوع واکنش و رد فعل بوده. خود اون کتاب یا حتی کتاب المهند علی المفند که جناب مولانا چابهاری ترجمهش کرده، تمام اینها جزو بسیار کتاب‌هایی است که در واکنش به اتهام وهابیت نوشته شده، نه اینکه عقیده اصلی این بزرگواران باشه که ابتداءً این کتاب رو در واقع نوشته باشند. در اون زمان یک فردی به نام احمد رضا بریلوی یک مطالب کذبی رو نسبت داده بود به علمای دیوبند و حتی شاگردان مولانا رشید احمد را یا مولانا قاسم نانوتوی را به عنوان وهابیه شیطانیه اینا رو معرفی کرده بود، گفته وهابیه شیطانی هستند اینها. و این کتاب در واقع پخش شده بود. اون آقا اومده بود در به اصطلاح کشورهای عربی و در مکه و مدینه یک سری تاییداتی رو گرفته بود که برخی از علما گفته بودن اگر واقعا دیوبندیت یا این وهابیه های هند اگر این عقیده رو داشته باشند اونها در واقع کافرند و این عقاید با تضاد داره با اصل اسلام که اصل اون مطالب در واقع دروغ بوده. جناب مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه در رد اون اتهامات کتابی رو نوشتم. در این کتاب هم متاسفانه مانند تمام کتاب‌های دیگری که در نقد وهابیت یا بیان عقیده وهابیت بیان شده، هیچ گونه منبع و مصدری رو از کلام محمد ابن عبدالوهاب یا از کتب محمد ابن عبدالوهاب نقل نکردم. بیشتر به شنیده ها اکتفا کردن. حتی مولانا منظور نعمانی رحمت الله علیه که در این زمینه هم کتابی رو دارند و گفتند که جناب مولانا حسین احمد مدنی و دیگر علما تحت تاثیر شایعات اون زمان در واقع در مورد وهابیت قرار گرفته بودند و این مطالب رو نوشتن. غیر از این تمام این مسائل رو بگذاریم کنار. مطالبی رو که در این کتاب نوشته شده به عنوان تضاد عقاید حنفیت با وهابیت یا دیوبندیت با وهابیت، یک سری مسائلی هستند که قابل نقد و بررسی هستند. برخی از این مسائل یک مسائل علمی هستند. مسائل علمی هستند. باورها و عقاید و مسائل علمی هستند که خب قابل بررسی هستند. دلیل هر کدوم به اصطلاح از طرفین که سبب سنگین میشه و به یک قول نتیجه و یک نتیجه واحدی ما میرسیم. و برخی از مسائلشون مسائل فقهی هستند، مسائل عملی هستند که خب این مسائل عملی در هر مذهبی وجود داره. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدگاه مختلفی در مورد یک عمل وجود داره. حتی در میان مذهب حنفی و مذهب شافعی، مذهب حنبلی و مذهب
مذهب مالکی اختلاف دیدگاه در مسائل عملی فراوان هست، مسائل بله. اجتهادی. مسائلی رو که مولانا حسین پور رحمت الله علیه ذکر کردن دقیقاً از کتاب الشهاب الثاقب علی المسترق الکاذب. المسترق الکاذب همون آقای بریلوی هستند، احمد رضا بریلوی، که در واقع کتابی رو نوشتن. کتاب کی نیست، فقط یک به اصطلاح جزء خیلی کوچک هست در حد چند صفحه، یک نامه‌ای رو نوشتند و یک برخی از مسائل رو نسبت دادن به علمای دیوبند و چند تا تایید و امضا گرفتند و تقریضی گرفتند از برخی از علمای اون زمان در حرمین، که این کتاب رو ایشون نوشتن نه در رد وهابیت، در رد محمد ابن عبدالوهاب نیست این کتاب، بلکه در رد تهمتی هست که آقای بریلوی، احمد رضا بریلوی، به علمای دیوبند در واقع داده. از عنوان کتاب معلومه. بله، الشهاب الثاقب علی المسترق الکاذب، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور الله مرقده. در این کتاب یک سری مسائلی در واقع ذکر شده، دقیقاً همان مسائلی هست که در کلام مولانا حسین پور در اونجا ذکر شده، اما در این کتاب این مسائل رو عرض کردم بدون دلیل و بدون مدرک ذکر کردم. هیچ گونه دلیلی از کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب یا علمای به اصطلاح عربستان ذکر نکردند که این مسائل همون تقریبا 15 تا 12 تا مسائل هستند. مسئله اول مسئله تکفیر هست، این کتاب به زبان اردو هست. مسئله تکفیر که یک نوع به اصطلاح اتهام هست به محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. مسئله دوم حیات النبی هست که این حیات النبی عرض کردم که جزء مسائل به اصطلاح علمی هست و حتی در مکتب دیوبند این متفق علیه نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم الان حیات دنیوی داشته باشند. بسیاری از علمای دیوبند به غیر از علمای احناف در دایره وسیع‌تر، حتی از علمای مکتب دیوبند هم با این مخالف هستند که جریان معروفه که به اصطلاح حیاتی و مماتی. پس بنابراین چون این مسائل رو نمی‌شود مشخصه دیوبندیت یا فراتر از این مشخصه وهابیت ذکر کرد که این مسائل علمی هستند، قابل بحث و بررسی هستند. مسئله چهارم بحث زیارت قبور هست. مسئله چهارمی که در اینجا ذکر کردن حتی در کلام مولانا حسین پور آمده، گستاخی که وهابیان نسبت به در تعبیرشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و به هیچ عنوان نمیتونه حتی یک مورد رو از کلام محمد ابن عبدالوهاب چنین چیزی رو ثابت بکنن. و همچنین توسل به ذات هست که در اینجا اشاره کردن به اون و مورد اختلافی است. مورد اختلافی هست. مسئله پنجم در مورد تصوف هست که باز همین در واقع جای بحث و بررسی داره. مسئله تقلید هست که در میان خود مذهب امام ابو حنیفه، علما و ائمه مذهب امام ابو حنیفه به صورت در وجوبش این مورد اتفاق نیست. یک بحث کاملا علمی و اصولی هست. مولانا حسین پور از شاه ولی الله دهلوی ترجمه کردن حجت البالغ باب مفصلی در این باره داره که ما اینا رو ذکر می‌کنیم. درباره نصوص صفات هست که محمد ابن عبدالوهاب اینها رو به اصطلاح تعویل نمی‌کنه. گفتم این جزء مشخصات محمد ابن عبدالوهاب نیست. قبل از ایشون امام مالک بوده و امام احمد ابن حنبل و بزرگان دیگری در این زمینه بودن. امام بخاری رحمت الله علیه، دارمی و بسیاری دیگر از محدثین و مسائل دیگه. درباره قصیده بردیه در اینجا آورده و یک مسئله ذکر کرده و یک مسئله که واقعا برای من جای تعجب هست ایشون ذکر کردن جزء موارد اختلافی علمای دیوبند با وهابیت بحث دخانیات هست که وهابی‌ها گفتند که دخانیات حرام هست و اینو جزء اکبر الکبائر قرار دادن، اما علمای دیوبند چنین عقیده رو ندارن. در صورتی که خود مولانا حسین پور هم یک کتابی رو دارن در بیان حرمت به مواد مخدر و حتی مولانا ابراهیم دامنی رحمت الله علیه در این زمینه هم کتابی رو دارن به عنوان دخانیات و مواد مخدر، جزء قدیمی کتاب‌هایی است در بلوچستان چاپ شده و حتی خود مسائل در میزان بحث فقهی است. مسائل دیگه این موارد همشون بحث‌های علمی هست. گذشته بازم تاکید میکنم هیچ کدام از این موارد جز موارد اتفاقی در مکتب دیوبند نیست. علما اختلاف نظر دارند. خود علمای دیوبند در دایره کوچکتر در دایره مکتب علمای دیوبند، در دایره فراتر که مذهب امام ابو حنیفه باشه، باز این اختلاف در واقع وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. مسائل اختلافی رو به هیچ عنوان نمیتوانیم جز شاخص‌های مذهب یا شاخص‌های یک مکتب قرار بدیم، زیرا که اختلاف اتفاقی بر روی اون نیست. و در مقابل هم مسائلی رو که به عنوان نقد آوردند از محمد ابن عبدالوهاب رحمت
الله علیه این مسائل هیچ کدامشون جز مشخصه های عقیده محمد ابن عبدالوهاب، نظر شخصی خودشون و مشخصه های وهابیت نیست، بلکه برخی از اونها یعنی هماهنگ هستند با خود مذهب امام ابو حنیفه، برخی از این مسائل موافق هستند با خود علمای دیوبند، چه برسه به مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذاهب دیگر. پس بنابراین چنین مسائلی رو که مورد اختلاف هستند در دایره یک مکتب دیوبندیت، در دایره مذهب حنفی یا در مقابلش مذهب امام به اصطلاح احمد ابن حنبل یا مکتب محمد ابن عبدالوهاب یعنی مورد اختلافی هستند، به هیچ عنوان چنین مسائل را نمیتوانیم جز مشخصه های یک مذهب یا یک مکتب یا یک فرد در واقع قرار بدیم و این رو تضاد عقاید حنفیت با وهابیت مطرح بکنیم. مسائل خیلی زیاد هست. من فقط میخوام که کتاب الشهاب الثاقب علی المسترق الکاذب مال مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هست و کتاب المهند علی المفند که باز همین مسائل رو ذکر کرده به اضافه سوالات دیگری که هست در این زمینه که مسائل قابل اختلافی نیست، یعنی تقریبا 26 مورد هست که برخی از این مواردش 10-12 موردش با این مطالبی که در کتاب الشهاب الثاقب اومده با هم دیگه یکی هست و مسائل اضافه بر اون هست که اختلافی روی اونها در واقع نیست و جز مشخصهای دیوبندیت یا حنفیت نمیشد اونها را قلمداد کرد. این دو تا کتاب الشهاب الثاقب عرض کردم که تألیف مولانا حسین احمد مدنی هست و کتاب المهند علی المفند این که تألیف مولانا به اصطلاح صاحب کتاب بذل المجهول هست، مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه. این دو نفر شاگردان مولانا رشید احمد گنگوهی هستند، شاگردان مولانا حسین احمد گنگوهی رحمت الله علیه و مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه و رشید احمد گنگوهی نه تنها استادشون بوده بلکه پیر و به اصطلاح مرادشون هم بوده که از نظر تصوف هم با ایشون در واقع بیعت کرده بودن. من برای این که حقیقت واضح بشه که این گونه مسائل یعنی جز مشخصه های احناف نیست و جز مواردی نیست که در میان به اصطلاح دیوبندیت یا حنفیت و وهابیت اختلافی وجود داشته باشه، در این زمینه یک فتوایی رو از خود استاد این دو بزرگوار من عرض میکنم، از سرچشمه اصلی که استاد مولانا حسین احمد مدنی و مولانا خلیل احمد سهارنپوری هست. کتاب فتاوای رشیدیه که به اصطلاح تمام علمای دیوبند و طلاب با این کتاب آشنایی دارن. کتاب فتاوای رشیدیه مکمل مبوب فقیه العصر قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوهی قدس سره که فتاوا رسائل اور تصانیف کا مجموعی، یعنی مجموعی هست از فتاوا و رسائل و تصنیف های جناب مولانا رشید احمد گنگوهی که این کتاب هم چاپ شده توسط اداره اسلامیات در لاهور پاکستان. این هم صفحه اول این کتاب هست، در محرم الحرام 1408 این کتاب در واقع چاپ شده و این یعنی اداره که اداره اسلامیات اینو چاپ کرده و در اینجا هم گفته که این کتاب رو میتونید از این جاها شما برید پیدا بکنید. یکی از موارد اداره معارف به اصطلاح دارالعلوم کراچی هست، مکتبه دارالعلوم بازم کراچی، تا این مواردی هستن که مال علمای احناف هستند و مدارس احناف هستند. در این کتاب اومدند از جناب مولانا یک فتوایی رو سوال کردن. دو تا فتوا در اینجا که من خدمت شما اینا رو میخونم. البته این فتوا به زبان اردو هست و خدمت شما میخونم اینا. محمد ابن عبدالوهاب نجدی کا مذهب، یعنی مذهب و عقیده محمد ابن عبدالوهاب نجدی، این عنوان فتوا هست. سوال: عبدالوهاب نجدی کیسه شخص ہے؟ آقای محمد ابن عبدالوهاب شخصی چگونه فردی بودن؟ ایشون در جواب میگویند که جواب: محمد ابن عبدالوهاب کو لوگون وهابی کہتے ہیں، که بیشون میگند که وهابی هست. وہ اچھا آدمی تا، یعنی محمد ابن عبدالوهاب آدم درستی بوده. اچھا یعنی خوب. اچھا آدمی تا. سنا ہے که مذهب حنبلی رکھتا تا، شنیدیم که مذهب ایشون مذهب حنبلی بوده، غیر مقلد و لا مذهب در واقع نبوده. اور عامل بالحدیث تا، ایشون عامل بر حدیث بودن. بدعت و شرک سے روکتا تا، ایشون از بدعت و شرکیات مردم را منع می‌کردند مگر تشدید اسک مزاج می تی، البته مقداری در مزاج و طبع ایشون تندی بوده.
متشدد بوده. ایشون گفتند که ایشون آدم خوبی بوده. فتوای دومی فتوای صریحی هست. وهابی کا عقیده. سوال اول در مورد خود شخص ایشان بود و سوال دوم در مورد عقیده ایشون هست. وهابی کا عقیده وهابی چی؟ بله. سوال وهابی کون لوگ ہیں؟ وهابی به چه کسی گفته می شود؟ اور عبدالوهاب نجدی کا عقیده کا کیا عقیده تا عقیده محمد ابن عبدالوهاب نجدی چی بوده؟ اور کون مذهب تا ایشون دارای چه مذهبی بودن؟ اور वो कैसा شخص تا خود شخصیتشون چجوری بوده؟ اور اهل نجد के عقاید में और سنی حنفیون के عقاید में کیا فرق है؟ این سوالش در اینجا مهمه که تفاوت عقاید محمد ابن عبدالوهاب نجدی با عقیده سنی های حنفی چی هست؟ آیا در میانشون تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ تضاد به جای خودش آیا تفاوت وجود دارد یا خیر؟ ایشون جواب میگن که جواب محمد ابن عبدالوهاب که مقتدیون کو وهابی کہتے ہیں. پیروان محمد ابن عبدالوهاب رو میگویند که وهابی هستن. اون که عقاید عمدت عقاید محمد ابن عبدالوهاب عقاید نابی بوده. عمده به معنی ناب، یعنی عقاید صحیح و درستی بوده. از این دیگه یعنی نمیدونم تایید از این بیشتر چیه. اون که عقاید عمدت اور مذهب اون کا حنبلی تا مذهبیشون مذهب حنبلی بود. البته اون که مزاج می شدتی، البته در مزاجش و در طبعش انسان تندی بوده. مگر वो اور اون که مقتدی اچه ہیں. البته خودش و مقتدیاش آدمای خوبی هستند. عقیدهشون هم پیروانشون آدمای خوبی هستند. وهابی آدمای خوبی هستند. در اینجا فرمود که عقیدهشون یک عقیده عمده و نابی هست. اچه مگر هان، البته یک نقطه بود در اینجا وجود داره. مگر هان جو حد سے बढ़ गए हैं उनमें فساد آ गया है. اور البته اون افرادی که از میان وهابی ها در واقع از حد گذشتند، یعنی تشدد خیلی زیادی داشتند و دچار فساد شدن، اونا بحثشون جداگانه هست. اما خود محمد ابن عبدالوهاب و عقیدهش و پیروانش صحیح هستند، درست هستند، عقیدهشون هم درست هست. اور عقاید سبک متحد ہیں. تمامشون عقیدهشون یکی هست. در اینجا سوال کرده بود که در میان سنی های حنفی با عقاید وهابی چه تفاوتی رو داره؟ جواب این است که اور عقاید سبک متحد ہیں. در عقیده همه با هم متحد هستند. سنی های حنفی با وهابی های نجدی عقیدهشون کاملا یکی هست. اعمال من فرق، در اعمال فرق دارن، در مسائل فقهی با هم دیگه فرق دارن. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی که فرقی که در میان حنفی های سنی مذهب وجود داره و در میان محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش وجود داره، یک فرقی هست در میان فرقی که در میان حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی وجود داره. یعنی در فروع فقهی با هم دیگر اختلاف دارن، اما در باب عقاید در میان محمد ابن عبدالوهاب و حنفی های سنی هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. این صحبت کی بود؟ این صحبت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه و ایشون به اصطلاح خلیفه مجاز مولانا به اصطلاح حاجی امدادالله مکی هستند که سررشته تمام دیوبندی ها در باب تصوف هست، و جناب مولانا حسین احمد مدنی صاحب از شهاب الثاقب و مولانا خلیل احمد سهارنپوری صاحب کتاب المهند علی المفند شاگرد این بزرگوار هستند. ایشون خودشون وهابی نبوده احیانا؟ عرض کردم که وهابی یعنی پیرو قرآن و سنت، یعنی کسی که مخالف با بدعات و خرافات و شرکیات باشه، که یکی از مشخصه های علمای دیوبند همین مخالفت با شرکیات و بدعات بوده. یعنی کارهایی که مولانا عبدالله سربازی و فرزندشون مولانا عبدالعزیز انجام دادن، مولانا محمد عمر سربازی انجام دادند و بعد از مولانا عبدالواحد گشتی انجام دادند و الان مولانا عبدالحمید شیخ الاسلام عبدالحمید حفظ الله انجام میدن و علمای دیگر. همون مبارزه با بدعات و شرکیات هست. به این خاطر شما در بلوچستان امروزه بدعات و شرکیات و خرافات یا نمیبینید یا در حد خیلی کم و ناچیز هست که در معرض دید وجود یعنی قرار نداره. و تمام این تلاش همین بزرگواران بوده که آقایون میخواند که بگن این افراد وهابی هستند. خیلی ممنون ازت مولانا. واقعا صحبت هایی بود که برای خودمون تازگی داشت بسیارش و برای هر انسان منصفی همینقدر کافی است دیگه، بیشتر از این و نیاز به شرح نخواهد بود و هر انسان منصفی دیگه مشخصه براش که صحبت از کجاست. و تهمت وهابیت رو به استناد صحبت آیت الله
خامنه‌ای در کتابی که داشتن نهضت بیداری مسلمین در هند که سال 1347 چاپ کردن، ترجمه کردن ایشون. تالیف یا ترجمه از کتابشون؟ ترجمه هست. ترجمه این کتاب رو ایشون البته مقدمه طولانی و حاشیه خودشون هم زدن. و ایشون مقدمه نوشتن که وهابیت برچسبی شیطانی بوده که انگلیسی‌ها به هر کی می‌خواستن میچسبوندن و امروز هم دفتر ایشون همین کارو داره انجام میده و این تعارض رو نمیدونیم چه داره بعد پاسخ داد. ممنون ازت مولانا. صحبت پایینی شما به نگاه است. من امیدوار هستم، من تقاضا دارم از تمام برادران و عزیزانم در سیستان و بلوچستان و تمام عزیزانمان در تمام و در هر جایی که صدای ما رو میشنوند، به هیچ عنوان از شایعاتی که خصوصا از طرف افراد مغرض، از طرف شیعه، از طرف امثال آقای قزوینی و همپیروانش در واقع برای شما مطرح میشه که فلانی وهابی هست و چنین و چنان هست، به هیچ عنوان این موارد رو قبول نکنید. برگردید به خود کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و کتاب‌های علمای دیوبند. من اینو عرض میکنم حتی مواردی که به علمای دیوبند نسبت داده شده، یک سری بدعاتی که نسبت داده شده، یا خرافاتی که نسبت داده شده، این موارد رو هم شما قبول نکنید مگر تا زمانی که به خود کتاب‌های علمای دیوبند مطرح کرده باشید. اگر یک حرفی در یک جای حرفی رو زده، این به این معنی نیست که عقیده تمام علمای دیوبند هست یا عقیده تمام احناف هست. و در طرف مقابلش هم بالفرض اگر یک سلفی در نمیدونم در عربستان یا در جای دیگر اهانتی رو بالفرض اگر کرده باشه و حرفی رو زده باشه، این حرف مال خودش هست، نه عقیده محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. اگر عقیده علمای به اصطلاح عربستان سعودی را و پیروان واقعی محمد ابن عبدالوهاب را و شخص ایشان رو شما میخواهید پیدا بکنید، بر بگردید به کتاب‌های خود محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. و یک نقطه خیلی جالبی که من به اون رسیدم، قبلا هم عرض کردم، در تمام کتاب‌هایی که علیه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه نوشته، اهم از این که از جانب خود به اصطلاح افراد تندرو از اهل سنت و الجماعت نوشته شده، کسانی که به اصطلاح مروج بدعات و خرافات هستند، یا از طرف مغرضین شیعه نوشته شده در مورد نقد عقیده محمد ابن عبدالوهاب، در هیچ کدام از اینها از کتاب‌های خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دلیل نیاوردند. ما شنیدیم که ایشون اینطوری بوده، ما شنیدیم که محمد ابن عبدالوهاب چنین و چنان گفته. خب کتابای خودش هست، عقیده خودش کاملا وجود داره، رسائل شخصیش کاملا وجود داره، کتاب التوحیدش که وجود داره که ما بارها و بارها این کلیپ رو پخش کردیم، از علمای مطرح شیعه خواستیم که بیاید فقط 3 مورد رو شما بیاید نقد بکنید و تضاد و تناقضش رو بیان بکنید که این کار رو انجام ندادن. و در میان یعنی پیدا کردن تناقض در میان تشیع و در میان وهابیت به مراتب راحت تر است پیدا کردن تناقض بین وهابیت و حنفیت یا دیوبندیت یا دیگر از مذاهب اهل سنت و الجماعت است. اما تاکنون نتونستن چون این کاری رو انجام بدن و مطمئنا هم نمیتونن. نه در میان وهابیت و عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تفاوتی وجود داره و نه در میان وهابیت و عقیده مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت. به هیچ عنوان مواردی را که جز مشخصه های محمد ابن عبدالوهاب ذکر کردن حرف خود ایشون نیست. و جالب این است که من در برنامه‌های مختلفی گفتم هم محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه خودشون رو پیرو مذهب امام احمد رحمت الله علیه میدونستن و قبل از اون ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه من به هیچ عنوان در هیچ موردی حرفی را که علمای قبل از من نگفتم من نمیگویم. میگه حتی در مواردی من نظر خاصی رو دارم که اما نگاه میکنم اگر کسی قبل از من چون این حرفی رو نزده به خودم جرئت نمیدم که چون این حرفی رو بزنم. به هیچ عنوان این بزرگواران با مذاهب اهل سنت و الجماعت مخالفتی رو نداشتند و در میان عقیده 4 مذهب اهل سنت و الجماعت و وهابیت و همچنین علمای احناف هیچ گونه تضاد و تفاوتی وجود نداره. و این به سری مسائلی رو هم که به عنوان تضاد آقایون مطرح کردند اینا مسائل علمی هست که ان شاء الله ما در برنامه‌های متعدد با مراعات کردن اصول علمی ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. خیلی ممنونم ازت مولانا. تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما عزیزان تشکر میکنم. تا برنامه بعد الله یار و نگهدارش.